رفعت عبدالسلاموف ژورنالیست اولین نطاق تلویزیون تاجیکستان و کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان صبح 24 اکتبر سال 2023 ساعت 4:30 در سن 84 از عالم چشم پوشید. مراسم وداع با مرحوم روز 24 اکتبر ساعت 12 در کوچه میرزا ترسونزاده بنای رقم 8 دایر می شود. در این باره در صفحه رفعت عبدالسلاموف در فیسبوک نزدیکان او خبر دادند. رفعت عبدالسلاموف با وجود سنشان در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بودند. درباره سبب مرگ رفعت عبدالسلاموف چیزی گفته نشده است. مراسم جنازه مرحوم ساعت 13 در مسجد البخاری شهر دوشنبه دایر می شود. رفعت عبدالسلاموف دوم مارس سال 1939 در جماعت پلدان ناحیه کونی بادام به دنیا آمده. سال 1963 دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین را ختم کرده است. اما هنوز دانشجو بودند. در آزمون نخستین نطاق تلویزیون تاجیکستان غالب آمد و 3 اکتبر سال 1959 نخستین برنامه سنجشی تلویزیون تاجیکستان را به زبان تاجیکی به تماشابینان پیشکش نمود. از سال 1959 در طول 45 سال تا روز به نفقه گسیل کردنش در تلویزیون تاجیکستان باعث نطاق، محرر، مدیر شعبه، سرمحرر و کاتب مسئول اتحادیه‌های ایجادی کار کرده برای رشد تلویزیون تاجیک سهم ارزنده گذاشته است. رفعت عبدالسلاموف همچنین ژورنالیست در تهیه برنامه‌های تلویزیونی دوگانه‌ها، گلدسته، وطن و فرزندان، محبت و عائله، گل دختران و غیره میان تماشابینان محبوبیت داشت. او سالهای زیاد نطاق برنامه‌های خاصه برای تلویزیون مسکو و دیگر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی نیز بود. از رفعت عبدالسلاموف چندین کتاب از جمله تلویزیون آینه زندگی و نطاق چهره تلویزیون به یادگار ماند. رفعت عبدالسلاموف شعر نیز میگفت و اشعار خود را در کتاب پرواز دل جمع آوری و نشر کرده بود. برای خدمت‌هایش در رشد تلویزیون تاجیکستان رفعت عبدالسلاموف هنوز سال 1989 به عنوان کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان و از آن قبل با افتخارنامه پرزیدیوم سویت عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و نشان سر سینگی اعلاشی تلویزیون و رادیوی اتحاد شوروی سرفراز گردانیده شده است.